نظامی است که به خاطر قدرت طلبی، پیدا کردن ثروت و جاه و جلال، به خاطر پیدا کردن منصب هیچ شخص در اینجا نمیرزمد، بلکه نظامی است که تحت رهبری علمای کرام که وارثین انبیاء علیه السلام هستند. این جای خوشی است برای ما و شما. خداوند جل جلاله در قرآن کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق الله العظیم. مفهوم آیت مبارکه این است که خداوند جل جلاله به بشریت می فرماید که وقتی که شما نمیدانید به یک چیزی، شما مراجعه کنین به اهل ذکر. اهل ذکر کی هستند؟ علماء کرام هستند، اهل علم هستند. وقتی که رهبری یک نظام، رهبری یک کشور به دست آنها باشد که وارثین پیغمبر اهل علم و اهل ذکر باشد، در آن سرزمین مردمشان ان شاء الله با مشکلات روبرو نخواهد شد. درست است که ما شما از جنگ گرم برآمدیم و در جنگ سرد قرار داریم. دشمن خاموش ننشسته، بلکه تبلیغات سو میکنه در برابر نظام، در برابر علماء کرام، در برابر این سرزمین. ما باید فریب نخوریم.